افعال توی زبان فرانسوی به 3 دسته تقسیم میشه. افعال گروه اول که شامل افعالی هستن که آخرشون به اوئق ختم میشه، مثل regarder، marcher، danser. افعال گروه دوم چه افعالی هستن؟ افعالی که آخر کلمه‌شون، آخر مصدرشون یعنی به ای‌اق ختم میشه، مثل courir، tenir، prévoir، pourvoir. افعال گروه سوم هم افعال بی‌قاعده هستن، مثل être یا avoir و غیره. خب ما توی این ویدیو اول با صرف فعل گروه اول کار داریم، مثل regarder. بچه‌ها برای اینکه بخوایم افعال گروه اول رو صرف کنیم، اول یه نگاه به مصدرش میندازیم. مصدرشون گفتیم آخرشون اوئق دارن. ما برای اینکه بخوایم افعال گروه اول رو صرف کنیم، اون اوئق آخر رو حذف کنیم، خام کلمه رو در میاریم که الان اینجا میشه regarder و یه سری ترمینزون بهش اضافه میکنیم. اول بریم سر ضمیرها. جو، من، تو، تو، ایل اوی مذکر، ال اوی مؤنث، نو، ما، وو شما، ایل آنهای مذکر، ال آنهای مؤنث. به هر کدوم اینا این حروفی که جلوشون نوشتم بعد اون مصدری که خامش کردیم اضافه میشه. برای جو regarder یه دونه او اضافه میشه، یعنی ترمینزون جو او هستش. تو ا بچه‌ها همچنان regarder خونده میشه. Je regarde, tu regardes, il, elle regarde, nous regardons, vous regardez, il, elle regarde. بچه‌ها فقط تلفظ نو و وو هستش که با بقیه فرق داره. بقیهشون همون regarder خونده میشن، یعنی همون خام فعل خونده میشن. خب میریم یه ذره مثال حل کنیم و جمله سازی یاد بگیریم. فعل بعدیمون فعل ام هستش. حالا اگه بخوایم صرفش کنیم چه جوری میشه؟ جو ام، تو ام، il, elle ام، nous aimons، vous aimez. ایل ال ام. بچه‌ها ما با یه چیزی داریم به اسم لیزون که وقتی که حرف آخرمون یه حرف مثل اس باشه و حرف اول کلمه بعدی مثل ام یه حرف وایل باشه، اینا ما لیزون می‌کنیم به اصطلاح، یعنی به هم دیگه وصلشون می‌کنیم. اینجوری نو زمون، وو زمه، ایل زم، ال زم، برای اینکه خوش‌آواتر باشه. و یه نکته دیگه هم که دارن حروف وایل، دو تا حرف وایل رو کنار هم دیگه قرار نمیگیره. الان او و ا جفتشون وایل هستن توی جو ام، یعنی کنار هم دیگه قرار نمیگیرن و اون او حذف میشه و این دو تا به جای که ما بگیم جو ام بهش میگیم ژم. که الان توی اولین جمله داریم ژم لو سولی، من خورشید رو دوست دارم. تو ام تون فیس، تو پسرت رو دوست داری. ال ام لفلور، آن دختر گلها رو دوست داره. بچه آخر فلوغ میبینیم که اس داره، پس جمعه. نوزمون لزویون، ما هواپیماها رو دوست داریم. ایلزم لسینما، آنها سینما رو دوست دارن. بچه این پایین هم یه سری کلمات گذاشتم که خوبه که یاد بگیریم، مثلا اول کلماتتون باشن که توی زبان فرانسه میخواین یاد بگیرین. لو سینما. بچه ممکنه بگین این لو لی که قبل از این کلمات هست چیه؟ به اینا میگن حروف تعریف معین که حالا جلوتر بهتون توضیح میدم به چه صورته. ما توی فرانسه کلمات یا مسکولنن یعنی مذکرن یا فمیننن یا پلوریلن و بر طبق اونها این لو لاله ها قبلشون قرار میگیرن. مثلا سینما مسکولنه مذکره پس قبلش لو میاد. پنتور فمیننه پس قبلش ل میاد. تئاتر مسکولن لو، ژودو، لا موزیک، لا دانس. بچه معنی اینا همشون مشخصه. خب حالا میریم چیزی که یاد گرفتیم رو تمرین کنیم. ما اینجا 2 تا فعل داریم، مانژه و ابیته. مانژه یعنی خوردن، میدونیم که مانژه حالت مصدریه. جو مانژ، تو مانژ، ایل ال مانژ، نو مانژون، وو مانژه، ایل ال مانژ. بچه‌ها این مانژون که قرمز کردم جزو استثناءات. اگه دقت کنین میبینید که برای نو و او ان اس اضافه میشد، اما جای او هم همچنان بهش اضافه شده. این جزو استثناءاتی که حتما حفظش کنین چون یه فعل خیلی پرکاربرد و مهم هم هستش. ابیته. ابیته یعنی زندگی کردن، ساکن یه شهر بودن. جو ابیت، تو ابیت، ایل ال ابیت، نو زابیتون، وو زابیته، ایل ال زابیت. خب بچه‌ها اینجا یه سری فعلم توی این مستطیل گذاشتم، شما اینو صرف کنید و برام توی کامنت بنویسین، من نگاه میکنم و اگه غلطی داشتین بهتون میگم و تصحیحش میکنم. travailler کار کردن، penser فکر کردن، décider تصمیم گرفتن، parler صحبت کردن و regarder نگاه کردن. بچه‌ها نظرتون رو راجع به این ویدیو بهم بگین و اگه دوست داشتین لطفاً سابسکرایب کنین و من توی اینستاگرام و تلگرام هم دنبال کنین.